زمانی که ویندوز عوض کردی از بکاپ، چون این سیستم برای قبله و ویندوزهای ما به روز آپدیت و اورجیناله، بلافاصله میاد آپدیت بایوس، سیستم بایوس آپدیت. خب آپدیت بایوس 1.49 رو به این دستگاه داده. اینجا اومده برای تو نوشته Do not reset, turn off or remove power from the system during the update. تو به هیچ جاش حق نداری ریسیت کنی، خاموش کنی یا ریمو کنی پاور رو. تو حق نداری دستگاه تو خاموش روشن کنی یا اون سیم کابل برقش بکشی. درسته؟ چرا؟ چون خاموش شد بالا نمیاد. زمانی که تو بخوای بالا بیاد باید دلاری بایوس رو دوباره بخری و این خیلی هزینه برداره، خیلی هزینه برداره. اگر در بهترین حالت شد که اونجوری بالا میاد، نشد این باید بردش باز بشه، چیپ بایوسش در بیاد، یک دستگاه شبیه خودش بیاد بایوسش رو به این کپی پیست کنه. خیلی زمان بره و 50 جواب بده یا جواب نده. چندین مرحله این آپدیت بایوس طول میکشه. دستگاه شاید 3 بار 4 بار خاموش بشه، روشن بشه. یه کمی زمان بره. الان داره دوباره دیتکت میکنه، میره به مرحله دوم یا سوم آپدیت بایوسش. اگر شما برق خاموش کنی این دستگاه بایوسش میپره. پس شما همیشه باید زمانی که داری آپدیت بایوس انجام بدی شارژ باتریت 50 یا 80 باشه. فینال ستاپ بایوس آپدیت این بازم همون نوشته. تو حق نداری خاموشش کنی. فینال که زد دیگه داره تموم میشه. این مرحله آخر آپدیت بایوسه. چندین مرحله این بایوس رو داره آپدیت میکنه و چندین بار خاموش روشن میشه. تو نباید گول بخوری بگی تموم شد درشو ببنده خدا نگهداری، این که خوابم میاد و بقیش فردا انجام بدم. نه، شوخی نداره. فنم با تمام وجود کار میکنه چون فشار بالایی میاد به تمام هاردور دستگاه. هاردور چیه؟ تمام قطعات دستگاه، هارد، رم، سی پی یو، مادربرد، بردهای دیگه، لن، مانیتور، همه رو شامل میشه و خوبه که آپدیت بشه. سیستم سریعتر میشه، پرفورمنس بهتری رو به دست میاره. دستگاه بالا اومد و هم ویندوزش آپدیته هم بایوسش آپدیته تا این تایم که ما بکاپ گرفتیم. خب تا این تایم که ما بکاپ گرفتیم. حالا شاید ما یک ماه دیگه آپدیت بهتری انجام دادیم از شرکت HP یا مایکروسافت، میایم این بکاپ قبلی رو دیگه میتره کنیم، بقیه دستگاه ها با آپدیت های جدید بالا میان. گرفتی؟ مبارک.